اگر که در روسیه زندگی تحصیل و یا کار میکنید، وقتی که از طرف دولت یا سیاست های روسیه قانون بر ضد شما انجام می شود، اگر کسی با شما در روسیه رفتار فاشیستی دارد، پلیس باشد، میلیسا باشد یا نباشد، اگر یگان روس از وجود شما راضی نیست، نیاز نیست که روس را حقارت کنید، نیاز نیست کسی را بکشید، نیاز به یگان جنگ و خونریزی نیست، نیاز نیست حادثه های را انجام دهید، نیاز به هیچ چیز نیست. تنها فقط از دولت روسیه درآیید و دیگر دولت ها بروید و هیچ وقت هیچ جا به یگان شخص دیگر به زبان روسی گپ نزنید، دیگر از کلمه های روسی استفاده نبرید، دیگر از زبان کسانی استفاده نبرید که تاجیک را همه کار کردند و میکنند و تاجیک هیچ ارزشی ندارد.